سلام دوستان گل، خیلی خوش اومدیم به این ویدیوی جدید و امروز اومدیم چیکار کنیم؟ امروز اومدیم یه ولاگ، اولین ولاگ منه که خدا وکیل اولین ولاگ منه و تو این چنل حالا ولاگ نذاشتم و این اولین ولاگمه. حالا 10 بارم گفتم اینکه ما کجا داریم میریم. ما الان همینجوری با پیاده روی میخوایم بریم به سمت دریا، بریم از این هوای بسیار عالی لذت ببریم که الان واقعا هوا عالیه، هوا فوق العاده عالیه، بارون داره میاد و من خودم بچه تهرانم و اینجوری هوای تهران اینجوری نیست واقعا. و الان ما میریم که دریا رو ببینیم و لذتش رو ببریم. پس با من همراه باشید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. برو بریم. دوستان گل، دارید میبینید که ما داریم میریم به سمت دریا و یه ذره راهش طولانیه، ولی دوست دارم ببینین این طبیعت رو ببینین. تو این راهی که دارم میرم کم کم همینجوری آروم آروم داریم میریم که برسیم به دریا. جاتون واقعا خالیه، واقعا هوای ذره انگار زردی میزنه. من واقعا هیچی لباسم نیاوردم، یه ذره هوا نه انگار توی حالتی که نه سرده نه گرم و واقعا هوا عالیه. یه ذره شبا مثلا فکر کنم یه ذره نورم بد میفته، حالا بد میفته. الان یه ذره هوا بهتر، خیلی عالیه. من میگم بهتره، هوا فوق العاده است و تهران خیلی بهتره. حالا دیگه بریم که به دریا برسیم ببینیم هوا اونجا چجوریه. بریم. واقعا بچه‌ها همین جوری داره بارون میاد و اصلا توی تهران ما از چند وقته الان اصلا هیچ بارونی ما توی تهران ندیدیم و اصلا از صبح که داره همینجوری بارون میاد و تمومی هم نداره. الانم شاید متوجه نشیم ولی بارونش خیلی ریزه، خیلی ریز، یعنی خیلی کم داره میاد. ببینیم الان گوشیم هم همینجوری داره کم خیس میشه، من همینجوری باید خیلی خوش کنم. و اینکه راهشم خیلی طولانیه، همینجوری دارم کم میرم تا برسیم اونجا دریا رو ببینیم و از اونجا یه لذتی ببریم. و تا اینجای ویدیو اگه دوست داشتین حتما توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید از این ولاگ بازم بذارم و چیزای چالشی دوست دارید حتما بگید توی کامنت ها، انرژی بدید به. و اینکه دیگه اول ویدیو هم گفتم دیگه لایک و ساب یادتون نره دیگه. دوست داشتینم دیگه، البته دوست داشتین لایک کنید، ساب کنید و از این چیزا یه ذره بریم و ببینیم که میرسیم یا نه، که 100% میرسیم دیگه. خب دوستان، الان من توی الان پلم که اون بر خیابونه. بریم که سمت دریا. الان این بالا من دریا رو بهتون نشون میدم، از برسم بهش. دوستان میبینین الان اینجا دریاست، میبینید که فوق العاده قشنگه. یه سری هم الان اون جان و خیلی زیباست. حالا بریم پایین که از نزدیک ببینیمش.
بچه ها ما باید یه ذره اونورتر میرفتیم که راه داره سمت دریا. منم یه ذره دوربینم تاریک نشون میده، من نمیدونم چرا. فکر کنم اینجا رو بستن، چون دوستان اگه از اونور بریم از همون پول میگیرن. الان اینجا کسی نباشه منو ببینه. فکر کنم کسی باشه. الان میبینیم که اینجا رو با سنگ بستن، ولی راه داشت. این موقع نداشته راه نداشته باشه و اینا. و این هم از دریای زیبا. خب بچه ها میبینیم که الان رسیدیم به دریا. اونجا که ما اومدیم یه ذره خلوت‌تره. اونور رو ببینیم، اونور پر آدمه، چون یه جورایی اونجا رو یه جوری درست کردن که میرم اونجا ازشون بگیرم. وای خیلی بچه‌ها، یعنی اصلا وای من برم اونور وایسم اصلا نمیشه اینور اومد. الان کفشم داغون میشه. خلاصه بچه‌ها اینجا رو یه جوری کردن که ماها، البته یه جوری بهتون بگم که بیشتر راه ها رو بستن و ما این ولی یه ذره روشن‌تر فکر میکنم. یه ذره راه ها رو بستن که اگه ما میخوایم بریم جایی، میخوایم بیایم طرف دریا، باید پول بدیم و این واقعا چیز خوبی نیست. خیلی بیشتر جا رو بستن، مگه اینکه یه جای باز مثلا یه جای خالی رو پیدا کنی که بیاد طرف دریا. و بیشتر جاها رو بستن و نمیذارن که مثلا مردم. من یادمه یه بار که با خانواده بودیم اومدیم اینجا و توی راه ما رو گرفتن و ازمون پول میخواستن و ما بهش گفتیم که آقا دریا که مثلا برای شما نیستش که پول میخواید بگیرید و اینا دیگه. یه ذره این چیزا هستش و الان میبینید که دریا رو که خیلی زیباست. فکر کنم یه ذره باید اونور برم که بتونم برم جلوتر. کنم از اونور باید برم که یه ذره گلش خیلی، چون بچه‌ها خیلی بارون اومد اینجا، از صبح داره بارون میاد و هنوزه داره ریز میریزه. الان اینجا یه ذره شنش محکم‌تره، میتونیم راحت بریم جلوتر و ببینین این دریا که خیلی قشنگه و این نعمت الهی رو ببینین و لذت ببریم ازش. به به آبم که داریم به طرفمونو. خب دوستان به پایان این ولاگ رسیدیم و دیدید که دریا خیلی زیباست و رسیدیم بالاخره به دریا. و اگر دوست دارید حتما دوست دارید، من این حتما رو میارم، اگر دوست دارید که همچین ولاگای بازم براتون بذارم حتما تو کامنت ها بنویسید که بازم بذار و بازم از این ولاگای باحال و جالب براتون میذارم. و این دفعه گفتم که من اومدم اینجا از این زیبایی ها بی نصیبتون نذارم. من نمیدونم چرا این داره تاریک، من صورتم تاریک در میاد. و اینکه لایک و ساب من یادتون نره و دوست داشتید حتما بگید بازم تو کامنت ها. و دیگه خیلی صحبت کردم دیگه، تا ویدیوهای بعد میبینمتون.